و یکی از عملهایی که هم برای حاجی ها هم برای غیر حاجی ها بهترین عمل است، این حدیثی که عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده روایت میکند. عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش، خوشا به حال عائله، فرزند از پسرش از پدرش علم روایت میکنه، حدیث. پدرش از بابایش روایت میکند، بابایش از پیامبر صلی الله علیه وسلم. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. ببینید در همین دنیا از همه بهترین لحظه هایی که بنده دعا میکند این دعای روز عرفه است. بهترین دعا دعای روز عرفه است و بهترین دعایی که من و پیغمبرهای از من پیش دعا کردن چنین بود: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ترجمه میکنم: غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. لا شریک له، وحده لا شریک له، الله تعالی یگانه است، شریک ندارد. له الملک، ملک همش از آن الله است. و له الحمد، حمد از آن الله، تمام حمد و ستایش تعریفات از آن الله است. و هو علی کل شیء قدیر، الله تعالی به همه کار قادر است. کجای این دعا هست؟ در اینجا یگان دعا نیست که ما فقط به الله تعالی ثنا گفتیم، بله، لیکن در مضمونش دعا هست. مثلا در آخرش و هو علی کل شیء قدیر، الله تعالی به همه کار قادر است گفتیم، از جمله برای روا کردن حاجت های ما و شما. کسانی بیمار هستند الله تعالی قادر است برای شفا دادن به شما. کسانی که قرضدار هستند الله تعالی قادر است برای رها دادن شما از قرض. کسانی که زندانی هستند الله تعالی قادر است که شما را از زندان رها کند. کسانی که مبتلا هستند به یگان گناه گرفتار شدند، وابسته از گناه شدند، نمیتونند ترک کرده این گناه را، غلامی همین گناه شدند، دانید که و هو علی کل شیء قدیر، الله به همه کار قادر است. الله قادر است که شما را از همین گناه، یک میخیزید که دلتان از همین گناه خنک شده است، دیگه ارگانیسم شما همین گناه طلب ندارد، شما و الله تعالی قوت داده است که از همین گناه دیگه خودداری کرده میتوانید. و هو علی کل شیء قدیر، الله به همه کار قادر است. لا اله الا الله، اینا همش توحید است برادر. لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. دیگر یگان کس سزاواری پرستش نیست، او یگانه است، شریک ندارد. یگان کس اقل 10% یا 1% سهمیه ندارد برای عبادت. پرستش حلال و حرام از جمله این حق الله است. یگان کس حق حلال و حرام رو ندارد غیر الله. حرام کننده الله است، حلال کننده الله است. اگر ما یک کسی دیگه شریک بیاریم گوییم که خیلی این چیزی که الله حرام کرده است این حلال کرده است، برای همین روزه ضرور گفته، یا چیزی که الله تعالی حلال کرده است این آدم حرام کرده است، گوییم ما همون اگر پیروی کنیم ما از دین برآمدیم، ما شریک آوردیم به الله تعالی یک کسی دیگر. لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله تعالی یگانه است، شریک ندارد. له الملک، ملک از آن الله تعالی است. خب ملک از آن الله تعالی باشد، برای چی ما از دیگر کس امید کنیم؟ کسی از دیگر کس امید کنه و شریک آورده است. یعنی همش توحید است. حمد از آن الله است، الله تعالی سزاوار حمد و ستایش، یگان کس دیگر سزاوار حمد و ستایش نیست. اونا سزاوار مدح هستند، گاه ها بعضی مخلوقات تعریف کرده میشه به یگان خلقی نیکش یا به یگان خصلتی نیکش، لیکن همه وقت تعریف کرده نمیشه. یگانه الله تعالی هست که در حالت بلا، مصیبت، خوشبختی، نعمت همه وقت به او حمد گفته میشه. الحمدلله رب العالمین. این مضمونش پر از دعا هست و خوب است که مثلا 100 بار گفتید یا 1000 بار گفتید و در بینش یک دست برداشته حاجتهای خدا پرسیده از الله تعالی 10 دقیقه 20 دقیقه دعا کردید. بعد با لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر گشتید. مضموناشو در نظر داشته گویید برادرها و خواهرای عزیز. لا اله الا الله وحده لا شریک له
له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. مضموناش قطعی گویید، حس کنید چی گفته ایستادید، تیز نگویید، بسیار نگویید تو من 100,000 گفتم، من 1,000,000 گفتم، نه، پر مضمون گویید، به مضموناش اهمیت داده گویید. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. روز عرفه از دمیدن صبح شروع میشد، از وقتی اذان بامداد تا وقتی شام، یعنی وقتی روزه میدارید همون وقتی که دهان بستید از همونجا شروع میشه تا دهان گشادن شما باید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. یعنی مردم اروپا روزها دراز است، هم روزه داشتن مشکل است، همین قریب 20 ساعت 18 ساعت در بعضی منطقه ها، یعنی دعا کردن مشکل است. لیکن درازترین روز در امکانیت شما هست. امروز شما قدرت دارید، امروز شما حیات هستید. آنهایی که در قبر هستن تمنا میکنن که کاش زنده باشیم و یک روز ما هم روز عرفات داشته باشیم. شما این یک روز که میتونید تقدیری باقی مانده‌تون رو حل کنید تا روز مرگتون، انشالله جنت و دوزختون هم حل کنید، میتونید گذشته‌تون هم حل کنید. اگر توبه نصوح کنید یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله تعالی چنان کریم است که حتی گناه‌های پیشینتون رو مبدل به ثواب گرداند. بنابراین برادرای عزیز نیت‌های نیک کنید، توبه کنید. کسی کدام گناه را دارد گناه نیت کند که از همین روز اعتبارا ترک میکند. کسی کسبی بد دارد، کسبی حرام دارد، کسی تا امروز پاره خوری و ریبا خوری که مشغول است ترک کند. کسبش حرام است ترک کند. روز عرفه به گناه ها توبه کند و عزم کند، نیت کند که از همین روز اعتبارا دیگه به گناه دست نمیزنم، دیگر همه وقت هر کاری را اجرا میکنم که الله تعالی راضی باشد و از الله تعالی برای همین نیت های نیکش یاری پرسد. الله تعالی یاری میدهد.